ادب خدمت شما همراهان عزیز. یکی از معضلاتی که همواره شما عزیزان باش در ارتباط هستید بحث پوسیدگی درپای سرویسی و حمام در ارتباط مستقیم با آب هستش که ما برای رفع این مشکل درپای فومیزه رو به شما عزیزان پیشنهاد میدیم. در ادامه من استراکچر داخل درپای ضد آب رو برای شما عزیزان توضیح میدم. استراکچر درپای داخلی به دو صورت هستش. یکی استراکچر با فومیزه هست که شما نمای کامل درب ضد آب رو با این متریال دارید مشاهده میکنید. استراکچر دوم که مربوط به درپای اتاقی هستش و نیازی نیست که ضد آب بشه. یعنی شما عزیزان دقیقاً درپای سرویسی و درپای اتاقی رو با یک ظاهر دارید خرید میکنید، با این تفاوت که درپای سرویسیتون به صورت ضد آب هست و درپای اتاقیتون به صورت معمولی. ولی به لحاظ بحث ست بودن درپای سرویسی و درپای اتاقی ما این استراکچر رو به شما عزیزان پیشنهاد میدیم. این تیپ درها به دو صورت در واحدهای ساختمانی قابل نصبه. حالت اولش که شما عزیزان چارچوب دارید و فقط لنگه تنها رو نیاز دارید و حالت دوم در صورتی هستش که شما چارچوب ندارید و لنگه رو به همراه چارچوب از ما خریداری میکنید که در هر دو صورت امکان ثبت سفارش برای شما عزیزان وجود داره.